خبر خوش، روند امضاهای پتیشن برای اضافه شدن زبان فارسی تا این دم واقعا عالی پیش میره. فوق العاده هستین تمام فارسی زبانان جهان، به ویژه افراد و اشخاصی که در آلمان زندگی میکنن. دوستان، میدانین که ما همه روزه تقریبا به تعداد 1000 امضا وارد سیستم آلمان میسازیم. اگر این گونه ما پیش بریم، بدون شک ما از مرز 50000 رد خواهیم شد و این فرصت طلایی که از طرف دولت آلمان به ما داده شده استفاده میشه و مطمئن هستم با هم میتوانیم قدم به قدم به هدف تاریخی نزدیک شویم. اما نکته اساسی اینجاست که ما چند روز دیگه فرصت داریم. تا پایان این روند 24 روز مهلت باقی مانده. باید قوی‌تر و با انرژی تر از روزهای دیگه پیش بریم. برای شرکت و امضا دوستان، لینک امضا رو از کامنت ها میتونین شما دریافت کنین و همچنین هر چیز زودتر لطفاً امضا کنین. هر امضا و اشتراک گذاری شما بدون شک تاثیر مثبت در روند این برنامه خواهد داشت. ما با هم میتونیم یک تأثیر مثبت برای فارسی زبانان جهان ایجاد کنیم و بدون شک میشه این موفقیت بزرگ را بین این فارسی زبانان که در اروپا و آلمان زندگی میکنه